درود دوباره و صدباره به شما عزیزان و همراهان کانال حافظ راز. خیلی خوش اومدید به کانال خودتون و امیدوارم هر جای این کره خاکی که هستید در پناه ایزد سلامت، تندرست و دلشاد باشید. عزیزان، امشب هم در کنار هم هستیم با یک انرژی خوانی دیگه. تفاعلی خواهیم زد به دیوان حضرت حافظ و انشالله در کنار هم به جواب سوالاتمون خواهیم رسید. اما قبل از شروع لطفاً اگر که هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید ممنون میشم که این کار رو انجام بدید و برای همراستایی با این انرژی خوانی این ویدیو رو لایک کنید و کد کیهانی 349 رو در قسمت کامنت ها لطفاً بنویسید. من چند لحظه صبر میکنم نیت هاتون رو انجام بدید عزیزان و بعد میریم سراغ تفاعل و انرژی خوانی امشبمون. خرم آن روز کزین منزل ویران بروم، خرم آن روز کزین منزل ویران بروم، راحت جان طلبم وز پی جانان بروم. گرچه دانم که به جایی نبرد راه غریب، من به بوی سر آن زلف پریشان بروم. چون صبا با دل بیمار و تن بی طاقت، به هواداری آن سرو خرامان بروم. دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت، رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم. در ره او چو قلم گر به سرم باید رفت، با دل زخم کش و دیده گریان بروم. نذر کردم گر از این غم به در آیم روزی، تا در میکده شادان و غزل خوان بروم. به هواداری او ذره صفت رقص کنان، تا لب چشمه خورشید درخشان بروم. تازیان را غم احوال گرانباران نیست، پارسایان مددی تا خوش و آسان بروم. ور چو حافظ نبرم ره ز بیابان بیرون، همره کوکبه آصف دوران بروم. بسیار عالی. خب دوستان، در این غزل جناب حافظ داره میگه که این روزها در حال گذروندن پیچ سختی از زندگیت هستی. داری یه بحرانی رو پشت سر میذاری، یه سختی این روزها بر تو غلبه کرده و تو داری سعی میکنی که باهاش بجنگی و سرپا بایستی، بجنگی و تسلیم نشی. دنبال آرامش هستی، دنبال راحتی ذهن و جانت هستی و میگه به زودی این سختی برای تو به پایان میرسه و آرامش برای تو در راهه. دلت میخواد کوچ کنی، دلت میخواد مهاجرت کنی، دلت میخواد فضای زندگی یا کارت رو تغییر بدی. اگر نیت جابجایی و مهاجرت داری، اگر دلت میخواد که توی شرایط بهتری زندگی کنی، اگر الان در مکانی داری زندگی میکنی یا در جایی داری کار میکنی یا در رابطه‌ای هستی که پر از آزار و اذیت برات، پر از رنج برات، به زودی تغییر اتفاق میفته و
جابجایی خواهی داشت، رها شدن خواهی داشت، تغییر وضعیت خواهی داشت. میگه داری یه کاری رو انجام میدی، پی یه راهی داری میری، هدفی رو دنبال کردی که امیدت بهش کمه، که خیلی فکر نمی کنی برات به نتیجه برسه، اما در عین ناباوری برات به نتیجه میرسه و به اون چیزی که میخوای، به اون نیتی که داری میرسی. اگر بیماری جسمی، دردی در جسمت یا بیماری در قلب و روحت داره آزارت میده و دلنگران هستی، شفا و بهبودی به تو نزدیکه، هم شفای جسم و هم شفای جان، چه برای خودت چه برای عزیزت، هیچ فرقی نداره. احساس میکنی توی زندانی گیر کردی، احساس میکنی تو محدودیت هستی، به دست و پاهات انگار زنجیر زدن، انگار قفل شدی. آزادی و رهایی برات هست. و اگر عزیزی در حبس داری، اگر عزیزی داری که در بند قانونه، به زودی خبر خوش آزادیش رو خواهی شنید. میگه یک روزی، یک جایی، با دل شکسته و چشم گریان نشستی و دعایی کردی که اون دعا به اجابت رسیده. دیر یا زود برات اتفاق میفته، باید صبور باشی تا نتیجه اجابت اون دعا رو ببینی. اگر که از دست ظلم کسی اشک ریختی، اون شخص تاوان بسیار بدی پس میده و در یک چرخه کارماسوزی قرار میگیره و تا عذابی که تو کشیدی رو نکشه، از این چرخه خارج نخواهد شد. میگه نذر کردی بابت یک مشکلی، نذر کردی که یک غمی برات به پایان برسه و نذرت اجابت خواهد شد و تو از اجابت این نذر اونقدر شاد میشی که از شادی میرقصی و هلهله میکنی. حافظ میگه میخوای یه تغییری توی زندگیت ایجاد کنی، میخوای یه تغییر و تحولی رو برای خودت رقم بزنی. این اتفاق با لطف خداوند و کمک شخصی در زندگی تو رخ میده، به حقیقت میرسه و برات پر از خیر و منفعت و خوبیه، پر از انرژی مثبته. میگه یه عشقی توی دلته که بیرون رفتنی نیست. حتی وقتی که خیلی این عشق آزارت میده و تصمیم میگیری که دیگه بهش فکر نکنی، یا وقتی ازش بی محبتی و بی مهری میبینی و دلت میخواد که تو هم مثل اون باشی، باز هم این عشق از وجودت بیرون نمیره، چرا که تو عاشق واقعی هستی و عاشق واقعی تا روز ازل عشق در دلش میمونه. پس تلاش بیهوده نکن. با این عشق هرچند که به معشوق نرسی، تا آخر عمر زندگی خواهی کرد. پس بهتره که باهاش به کنار بیای و به یه صلحی برسی. این عشق با تو همراه خواهد بود تا وجود تو هست.
و روح تو هست، این عشق همراه توه. پس برای بیرون کردن از قلب تلاش نکن. حافظ میگه غمی که تو داری میکشی، دردی که داری میکشی رو فقط کسی میفهمه که همدرد تو باشه. کسی میفهمه که مثل تو عذاب کشیده باشه. پس با هر کسی درد و دل نکن و سر صحبت رو باز نکن، چون هر کسی نمیتونه تو رو درک کنه و بهت آرامش بده. اما خبر خوب اینه که این غمی که الان جانت رو سنگین کرده، روحت رو تسخیر کرده، به زودی به شادی و آسانی تبدیل میشه. به زودی به خوشی و آرامش تبدیل خواهد شد. بسیار عالی عزیزان، خیلی خوشحالم که امشب هم با این غزل بسیار زیبا در خدمتتون بودم. امیدوارم که شما هم لذت برده باشید، که اگر اینطوره ممنون میشم این غزل و این ویدیو رو با عزیزانتون به اشتراک بذارید تا اونها هم در این حال و هوای خوش سهیم باشن. خیلی دوستتون دارم و تا فردا شب که انشالله در خدمتتون باشم، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.